1700 نفر ازت شکایت کردن که با وعده مهاجرت ازشون کلاهبرداری کردی. نه من دست تک تکشون رو گذاشتم تو دست جاسم، انداختمشون تو قایق موتوری راهیشون کردم رفتم. شکایت کردن که وسط را ولشون میکردیم بمون خدا. یه جاسمه، یه قایق موتوری، 7000 نفر مسافر زیر آفتاب. جاسم هم چاره ای نداشت، 50 تا سوار قایقشون میکرد، بعد میبردشون تو آب. ساحل که از دور معلوم میشد مینداختشون تو آب، میگفت بریم خوشبخت شیم. چنا میکرد. 47 نفرشون غرق شدن. من بهشون گفتم قبل از حرکت همه تو مایو بپوشین. دیدم چند نفرشون ماماندوز پوشیده بودن. این ماماندوز آب میکشه به خودش، سنگین میشه، آدمو میکشه زیر آب. میگیره غرق شدن برای اون. یه درم که از مرز ترکیه رد میکردی. اون دیگه جاسم نبود، کوزه‌ای بود. کی؟ کوزه‌ای بود، الاغ داشت. من دست تک تکشون رو میذاشتم تو دست کوزه‌ای، میفرستادمشون اونور موفق شن. یه دشون بودم خواستم موفق شن آخه. شکایت کردن که 100 متر بعد از مرز ترکیه تو کوه و بیابون ولشون میکردیم تو برف و سرما. دیگه همه بار موفقیتی چون که رو دوش من تنها نبود. 25% من، 25% الاغ. بقیهش دیگه به جربوزه خودشون برمیگشت. شما الان بیا برو ببین اون بر آب با جربوزه هاشون چه خواننده‌ای شدن واسه خودشون.